بسم الله الرحمن الرحیم. ما روز گذشته سویچ خواندیم، درست؟ ما تا حال اف خواندیم، یک حالت داره، اگر شرط درست است کار میکنه، اگر نه کار نمیکنه. یک اف الس دو حالت داره، اگر شرط درست بود اف اجرا میکنه، اگر شرط اشتباه بود الز اجرا میکنه. به طور انسان یوزرنیم پاسورد اگر کرکت این کرکت است. باز ما حالت سوم ازیرم داریم اف الز اینمی حالت هم داریم. باز چی داریم؟ سویچ داشتیم. ما میفهم ما بسیار یک مثال ساده را کار کردیم دی. خدا را آینده که شما رفتین هدف اینمی چی است؟ اف الز اینمی کنترل استیتمنت ها ای چی هستن؟ کنترل استیتمنت هستن. هدف از اینمی است در آینده اگر شما به دیتابیس وصل شدین، با جاوا به دیتابیس وصل شدین، یوزرنیم پاسورد که نوشته میکنین، لاگین فرم که ساختین، اینمی کارتون میه، همین استفاده میشه. اگر شما یک سافتور ساختین که در اونجا عکس اپلود میشه، شما از طریق سویچ بالای زو ولیدیشن ها را تطبیق کرده میتونید. ولیدیشن محدودیت های مختلف. مثلا شما 3 نوع عکس دارین، جی پی جی، پی ان جی، جی آی اف زیاد دارین، خو اینمی 3 نوع مشهور هستن. شما اگر خواسته باشین همون 3 نوع عکس باید اپلود شود در سافتور ما، یعنی ذخیره شود، اجازه برش داده شود، از سویچ استفاده کرده میتونید. یک مثال زنده است. درست است؟ اگر شما یک اگزامینیشن سیستم جور میکنید، اگزام سیستم به خاطر امتحان که میگیره فیصدی و نمرات که دو ما ذخیره میکنیم، صحیح است، درجه را معلوم میکنیم، از اف الز استفاده کرده میتونید. اگر یوزرنیم پاسورد است، دو چیزا هستن، صحیح، یوزرنیم اند پاسورد. اگر درست است ما در یک صفحه داخل میشیم، یعنی اف اکزیکیوت میشه. اگر اشتباه است شد باز در الز میه، الز برای ما یک پیام نشان میده. اگر یک اف است، خب جدا یک اف شاید زیاد استفاده نشه، چرا که یک حالت داره. درست است؟ و باز هم هدف از او چی است؟ کار ما را کنترل میکنه. شرط ما در این کنترل استیتمنت ها اضافه میکنیم. از طریق کنترل استیتمنت ها ما در یک سافتور کارهای شرطی را انجام داده میتونیم. درست است؟ شما کلکولیتر ببینید، دو شرط هستن. شما یوزرنیم پاسورد ببینید، شرط هستن. صحیح است؟ شما یک کار که اجرا میکنه، به طور مثال اگر ما میگم یک ریکارد که دیلیت شد برای ما پیام نشان بده، اگر نشد برای ما بازم یک پیام نشان داده شد. خودش اینم یک شرط است. شرط شما به وجود میارین وقتی که شما اپلیکیشن میسازین، به زیاد روبرو میشین شما. صحیح است؟ ما اف الز خوانده بودیم، نه یک حالت داشت. صحیح است؟ ما اف الز در اف الز یک شیوه دیگه هم است، از طریق از او ما میتونیم که اف الز اجرا کنیم. مثلا مثال ما یک وریبل میگیریم در اینجا، دبل پرسنتیج. درست؟ دبل پرسنتیج. ما میره یک قیمت میتونم اشاریه 5 دبل است، اشاریه گرفته میتونم. اگر ما بیایم اگر کسی که سوال شد امو جواب میده. اگر ما فلوت نشته کنم، فلوت هم بخاطر ذخیره کردن عدد یک قیمت اشاریه است، چرا ایرر داد؟ باید نده، لیکن در جواب چرا مشکل میده؟ میگه incompatible types possible loosey conversion from double to float. میگه شما شاید maybe امکان داره که معلومات از دست تان بره، یعنی از دست میتن معلومات. چرا؟ جواب قانون بود، ما میگفتیم که اینجا باید چی شوه؟ ولی په فلوت کې باید اسی ایرر ورنه کې بجاوا کې ولی ایرر ورکا هریاب عدد حجم زیاد نه ده، حجم زیاد ده سوای نه ده زیاد، نو څه مشکل له لما ولو رزو کې ویلې او ریکارډ کې مشته ان شاء الله ویبا ها یو you don't know you وجولا آفرین، very good excellent. این اینجا باید اف اضافه شود. یادتان آمد ما گفته بودیم در جاوا یک مشکل اینمی است، وقتی که ما در دیزاین مود قیمت میتیم، در رن تایم نه. صحیح است؟ در دیزاین مود که قیمت میتیم با استفاده از دیتا تایپ فلوت، باز قیمت که اشاری عدد که داشت، اگر عدد داره بعد از اشاری قیمت داره، امروز اف اضافه میکنین. چرا که باید برای جواب گفته شود که ای اشاری عدد در دبل نیست بلکه در فلوت است. استاد مثلا فلوت به واسه انتیجر و اقام به این ورته ورکو. ببینید انتیجر خو اول ما نمیتونیم که عدد اشاری ذخیره کنیم، باز خو مشکل نمیشه. اگر انتیجر شد اشاری دادن نمیتونیم.
درست؟ صرف د اف اینمی چیز است. خب د دبل هم شما میتونید دی را اضافه کنید، مشکل نیست. سیست د دبل که شما دبل نشته کردین دی را اضافه میکنید، اگر نه ارر نمیده، مشکل نیست. خب د فلوت باید شما اف اضافه کنید. در کدام وقت؟ در دیزاین مود. ایتو نباشه که در رن تایم، نه در رن تایم برایتان ارر نمیده که در رن تایم شما قیمت نشته کنید و اف هم اضافه کنید، نه خیر. صرف در دیزاین مود انیشیلایزیشن که ما انجام میتیم در وقت امرای دیتا تایپ فلوت باید اف اضافه شود و اگر دبل است دی باید اضافه شود، اگر نشه مشکل نیست، لیکن در اف 100% باید اف اضافه شود. باز اشاری عددی که می در آخر اف باید اضافه شود. خب بیاین ما دبل گرفتیم، درست؟ ما یک شرط وضع میکردم، نه اف اگر پرسنتیج بزرگ است یا مساوی است با 70. باز چی کو؟ اینجا برای ما یک پیام نشان بده system.out.println. بیا نشان بده که پاست یا پاس، درست؟ یعنی کامیاب شد. اگر نه و چی مانا که فیصدی از او نه 70 مساوی با 70 است نه بزرگ از 70 است، باز چی میشه اینجا؟ برای ما یک پیام نشان بده که فیل، درست است؟ باز اون پیام پرینت میکنم در اینجا، باش میگم که فیل. ببین دو حالت داره. اگر یک نفر در بالا در پرسنتیج قیمت کدام فیصدی را گرفت، از 70 بالا بود یا مساوی با 70 بود، پاس نشان میده، یعنی با دی اف اکزیکیوت میشه. اگر فیصدی از او از 70 بالا نبود یا مساوی نبود، به این معنی که 18.5 اینم تو بود. آل کندیشن فالس است. صحیح است؟ چرا قیمت پرسنتیج از 70 نه مساوی است با 70 است نه بزرگ از 70 است، درست؟ به این معنی که با دی اف اکزیکیوت نمیشه، با دی الز اکزیکیوت میشه. که شرط صحیح و د اف باډي اکزیکیوت کیږي، او که شرط غلط و د الز باډي اکزیکیوت کیږي. یو وخت کې یو باډي اکزیکیوت کیږي. اوس کوم شرط ته وګورو نو پرسنټیج کې سودی 13.15 او څوک په پاس کیږي که چېرته فیصدي څومره ویسي او یا نه زیاته ویسي. دا شرط خو غلط ده که نه ده وړي، نو چېرته به راشي خبره؟ الز ته به راشي. یعنی دو حالت داریم ما اینجا. خودت خب اول رسیم خو یا اویایی یا لاویان پر چک امزم هم دوایم کن، لیکن نه ده کنه، نه ده کنه دومره وړی نه ده، 18 یې وړی ده، 18.15 یې وړی ده. صحیح یو شاګرد بالکل. که اویا ویسي، اویا نه زیات ویسي بیا صحیح ده. مثال خبره زه ورته چې 8 اوس 8.15 چې دي اویا سره مساوي خو نه دي، لیکن زیات دي. چې زیات دي نو پاس به راځي، او که چېرته کم به وړل د اویا نه کم ول نو بیا به الز ته راځي. دو حالت لرو. خپل اویا هم شامل دي. وګورئ راځي زر رن کمخه لکه خپل اویا. صحیح رن فایل. که اویا نه زیات دي پاس به راځي. صحیح شو؟ او که اویا نه یو هم کم شو، زیات شو لا خو دې ولیدل چې زیات شیم صحیح ده. صحیح. او که اویا نه یو هم کم شو like 69.9. So the condition is true or false? False. غلط ده کنه، دومره فیصدي نه ده وړی، اویا نه ده وړی، کم ده. Run file and the body of else will be executed. Fail. صحیح. ما دو حالت داریم، یا صحیح یا صحیح نیست. اگر شرط اشتباه بود else execute میشه خلاص. او بیا اگر شما زیاد شرط دارین، امکان داره برای شما آری چند کتگوری دارین. از 70 از او بالاتر A گرید است، اگر 60 تا 70 دیگه گرید است، اگر 50 تا 60 دیگه گرید است، 40 تا 50 دیگه گرید است. با همون شرایط اضافه میکنین، از else if استفاده میکنین باز، یعنی تعداد شرط زیاد میشه. says باز برش میگن که نمی خما کارم کده بریم percentage greater than or equal to 60 then التا براشی paste and like grade B التا grade A. صحیح هم دستی با مخکزی الزف مخکز بازی ای بالا رینج کار میکد از 60 تا با 69.9 اینمی grade B برش میدن. اگر 70 می بود باز خب پایین نمی آمد اینمی را اکزیکیوت میکد باز بیا پاسانه شرط صحیح بود. کلیر؟ ما دایی کار نداریم. ما کاری ما امروز ده چی است؟ سر شروع کردیم ما اف الزا؟ نخیر. اینمی اف الز دو حالت که داره بریزو یک دیگه اپریتر هم استفاده میشه به نام ترنری اپریتر که ما میگیم. اینمی کار اف الزا دری اکسپریشن لري، دری حالتون لري، دری برخه لري، پاغه باندې کار تر سره کوي.
اگر ما اینو میتونم خواه ببینید سه حالت دارم. اگر فیصدی 70 از او بالاتر بود، اگر اینمی کار اجرا کو، اگر نه اینمی کار اجرا کو. ببین سه حالت دارم، سه اکسپرشن دارم. اول شرط چک کو، اگر درست بود شرط درست بود اینمی کار اجرا کو، دو حالت. اگر نه اینمی کار اجرا کو، سه حالت. صحیح؟ در اینجا سه حالت داریم ما. اگر اینمی شرط است یک حالت است، درست است اینمی کار اجرا میکن، اگر نه اینمی کار اجرا میکن. سه اکسپرشن شد، سه حالت شد. درست است؟ امی کار اف الزا ترنری آپریتر یعنی کنڈیشنل آپریتر هم اجرا کرده میتونه. کنڈیشنل آپریترز کدام هستن؟ این ما کمیت میگیرم یا بخی دلیت میکنم. اینه میره ما دلیت میکنم. درست؟ بیان اینجا ما به نام کنڈیشنل آپریتر یک آپریتر داریم، کنڈیشنل آپریتر. کنڈیشنل آپریتر کدام ها هستند؟ اینمی و اینمی، این دو هستند. صحیح است؟ امی را ما میاریم در کجا؟ اینمی جا برش میگم. ببینید اول در بالا پرسنتیج است. درست؟ پرسنتیج است. ما برش میگم پرسنتیج چی است؟ پرسنتیج چک کو. بزرگ از چی است؟ یا مساوی است. بزرگ یا مساوی است از 70. اینمی را در کجا میگیرین؟ در سیستم بگیرین. سیستم دات آوت مستقیم بگیرین. دی سیستم دات آوت دات پرنت الن. اینمی را در قوس بگیرین. باز یک دیگر قوس شروع کن، چرا که عملیه است. نه ما همیشه یادتان باشه در سیستم اگر عملیه را اجرا میکردیم داخل قوس میگرفتیم عملیه را. یادتان است 50 جمع 50 100 جمع 100 منفی 50 اینمی را اجرا میکردیم. اینمی شرط شما داخل چی بگیرین؟ اینمی قوس. قوس کدام قوس است؟ قوس داخلی که برای عملیه اضافه کردیم، ما برای شرط اضافه کردیم. اینمی قوس اولیه که است، این برای سیستم است. آل قوس سیستم بسته نشده، اینمی را آل بسته میکنم. در اینجا برش چی میگم؟ اگر اینمی شرط درست بود، اگر کی میگه؟ اینمی آپریتر میگه. اینمی سوالی است. ببینید چی میگه؟ آیا این شرط درست است؟ در بالا ببین آیا درست است؟ اگر است باز چی کو؟ باز دبل کوتیشن برای ما. این دبل کوتیشن در کجا آمده؟ داخل قوس پرینت آمده. صحیح است؟ باز برای ما چی را نشان میده؟ که پاس. اگر نه اینمی الز بمانه اگر نه است. ها اگر نه باز چی؟ این شرط اگر اشتباه بود این میگه آیا اینمی شرط درست است؟ اگر است اینمی پاس نشان بده. else یعنی باز اگر نیست یعنی شرط درست نیست، باز چه کنه؟ اینم اینجا بیا دبل کوتیشن برای ما میگه فیل، داخلم سمیکالن. مشکل حل شد. ببینید این کنڈیشنل آپریتر هستن. اینمی کنڈیشنل آپریتر معنی یوده ولی استعمالو چرا بجای افلز استفاده میکنیم؟ این در یک لاین است، آسان است. در یک لاین است. در یوزرنیم پاسورد میشه استفاده؟ چرا نمیشه؟ اند شما استفاده کنید. داخل از او بیاین اند استفاده کنید. اند پاسورد. نفهمیدین؟ پاسورد دات ایکولز تو یا اینمی ایکول استفاده کنید. صحیح است؟ درست است؟ خب ما پاسورد نداریم نه حالی، لیکن اند استفاده کردم میتونین. خوب است که شما وقتی که دو حالت دارین از او استفاده کنین، که دو حالت دارین از کنڈیشنل آپریتر استفاده کنین. اگر نه بسیار بزرگ میشه در یک لاین، بازم بد معلوم میشه. این در یک لاین استاد اساسیات نمیدونی؟ کولای خصوصی یعنی دیزاین خاطر باید بخ کاری دو خاطر نکو. او دغه کولای شي نور شرطونه اضافه کړي، لاجیکل اپریټر ور سره لګاو. خو ځکه دا یو لاین دی او د مخ کې بزی ډیر غټ بشي بد ښکاري. خو پروګرامینګ نه راځي. استاد بیا دویم لاین کې کار کوي. څنګه؟ دویم لاین کې. نه ته چې انټر نشي کولای دا به د سلوي زیبا. چې انټر دیو کې لاین جدا کیږي. صحیح؟ لا خبره. کوشش وکړئ چې اف ال حالتونه لري دین استفاده وکړئ بس. بین آل شرط درست است اشتباه است. در بالا شسونه شرط ولی این چی گفتیم که 70 است نیست نه. بین رن فایل چی برای ما نشان میده؟ فیل. بین شرط درست میسازیم. اینمی رن فایل آر چی نشان میده؟ پاس نشان میده. ببینید همون کار اف ال برایتان اجرا کرد.
This is called conditional operator. وای د کدام حالت سی operator conditional operator د ternary است ternary سه میگه سه حالت می بینه د اینجا چک میکنه استاد خو دوه حالت صدري خلک د څه دغه ته خپل فکر وکړه زه دم چې آیا دا شرط صحیح ده ور یو حالت شو کنه نو بیا دا کار وکړه دوه حالت شو کنه دا کار وکړه یعنی یو برخه شو بل برخه شو بل برخه شو ternary حالت شو ternary درې ته وایي یو باینری ده بعضی اپراتورها د حالت باینری می باشن به طور مثال int a b b a جمع b کدام حالت است باینری بالای دو بخش دو آپرند عملی را اجرا میکنه ای یک آپرند است ای چی است یک آپرند است آپرند با چی معنی امو ویریبل ها یا قیمت هایی که در آپریشن اشتراک میکنن یا عملیه اشتراک میکنن یا بالای ازو عملیه که اجرا میشه مثال end c مساوی و a جمع b that's it صحیح است خوبی مشکلی چی است نه که ما را اجرا نکردیم قیمت ندادیم ویریبل a might not have been initialized میگه در a قیمت نیست قیمت برش میتن خلاص مساوی و 50 that's it اینمی د باینری حالت است باینری چرست د باینری دو را میگه یعنی دو آپرند هستند یک و دو یعنی اینمی آپریتر یک آپریتر است نه بالای دو آپرند عملی را اجرا میکنه دو آپرند داریم ما یک قیمت ای هم معلوم است 90 است یعنی 90 جمع 50 دو حالت چی کرد اجرا دو حالت داره دو اکسپریشن داره یا دو آپرند داره چی داره دو آپرند داره آپرند صحیح است یعنی باینری د باینری حالت است درې وړه مثلا یو شی ویل ما یې سیم دي مثلا ای جمع بی د درې وړه ته چی ویل مثلا څنګه ستاسو په وسیله لاس کې مونږ ته دي ای جمع بی او درې افراد له جمله ته ویل چی دی ویل یعنی یا هم ویلیو د سی بویلی چې دا آپرند ده په یو عملیه کې چې اشتراک کوي یو آپرند آپریټر بل آپرند صحیح او نه پیغام د څه خو مې نه ویلی چې مثال خبره سی جمع نه خیر بیا که صحیح در بیان شول ما نه سوال وکوي صحیح ده مشکل نشته حل وکوم دلته صحیح شد یعنی ترنری حالت هستن ببینید ما براتون آسان میکنم این میرم آپریتورها که هستن یا در حالت ترنری هستن صحیح است ترنری هستن یا چی هستن در بالا شروع میکنم یا چی هستن یونری هستن صحیح یونری اند یا باینری هستن بیا مثال کار کنیم حالت یونری با چی معنی یونیک یک جمع ا یعنی یک آپرند است دو آپرند نداریم ای بی نداریم ای سی نداریم ایکس وای نداریم صرف ای داریم این ما چی میگیم یونری خب این منفی هم بوده میتونه مشکل نیست یونری است باینری با چی معنی ای جمع بی دو آپرند داره و اینمی کدام است ترنری آپریتر خود این کنڈیشنل آپریتر که است کنڈیشنل آپریتر ای در حالت ترنری است صحیح خب درست است وقتی که اف استفاده میکنین با جای اف ایلز شما از چی استفاده کرده میتونین از ترنری آپریتر یعنی کنڈیشنل آپریتر دو حالت داره سوالی پیوست که غور کن چی دایو نه استاد لا پس انداست در څنګه کو سید پیوست که غور کن نمیست چی کتشان نه دبل نه چی شاین کوم یو کوم ذکر کوم لین باندې ګور لین نشته تا سره دویم لین باندې استاد دریم کې استاد نه دلته لین ولسم لین کې استاد سم لین یو ولسم کې اخر کې څه ده او استاد دا کدي هغه پیوست وایي ګور اف پیوست دا د اف معنی لري دا سوال یې چینه او دا د الز معنی دا هم داسې جوړ شوي دی ښه دا ګوره الز مو دلته استعمال کړی او آخر کې الز راځي اول کې نه اول کې اف دا شرط وګوره که چې آیا دا شرط صحیح ده دا کار اجرا کا کنه یعنی صحیح نه ده شرط دا کار اجرا کا الز صحیح this is called ternary operator
او خپل نوم ترنری حالت کې ده، در حالت ترنری است، سه اکسپریشن دارانه، لیکن خود نام از چی است؟ کنڈیشنل آپریٹر است که بجای اف ایل استفاده میشه. صحیح است؟ مشکل خو نبود؟ خب خب یک پروگرام اکثر در استفاده میشه، مثال داده میشه در کتاب ما براتون کتاب که دادیم با نام چی بود؟ جاوا د کمپلیت رفرنس. در اینمی ایره چک کنین، همین مثال در اینجا موجود هستن. خب جاوا د کمپلیت رفرنس بسیار خوب کتاب است، همین را بخوانید انشالله زود یاد میگیرین، زیاد مثال را کار کرده میتونین. نمبر تا آد ان ایون چطور پیدا میکردین؟ تا و جفته مثلا مثال یک ویریبل است نه، در یک قیمت ما نشته کردن 120. ایرا چطور پیدا کنیم بشناسیم که تاک است جفت است؟ صحیح است؟ یا پروگرام رو دلیگو اف کنه دنیا که چهار عدد رو آخری پا دوی تقسیم که و باقی مانده که صفر وقت شده جفت عدد. هر عدده که شما بگیرین بطور مثال قیمت نمبر رو میگیریم، نمبر یک نام ویریبل است، یک قیمت داره 120. 120 تا چی میکنم؟ یعنی نمبر صحیح 120 در نمبر ذخیره شده، دیویزیبل دیوایزر که میگه نه صحیح است، تقسیم میشه با دو، باقی مانده از رو باز چک کو که صفر است. اول چی میکنه؟ قیمت ویریبل نمبر چی میکنه؟ تقسیم دو میکنه، باقی مانده از رو باز چک میکنه که صفر است یا خیر. اگر صفر بود با این معنی کدام عدد است؟ یک ایون نمبر است نه؟ ایون نمبر یا جفت عدد برش میگن، نشته کنین جفت. همون چی ده؟ کنه ده؟ جفت عدد صحیح؟ الز با چی معنی باز؟ الز هم باید داشته باشیم نه؟ الز اگر نه باز چی است؟ یعنی تاک است. کمان تاک عدد است. صحیح شد؟ بین رن کنیم. یعنی هر عددی که در ویریبل ذخیره شده عدد او را که تقسیم دو کنین باقی مانده از اگر صفر بود. یعنی 120 کتاب دارین، بالا دو نفر تقسیم شد خود صفر ماند نه، پورا تقسیم شدن 60 صفر ماند، یعنی به این معنی جفت عدد است. اگر 121 تقسیم کنین با دو باقی مانده از او صفر نمیمانه، 60 مکمل میرسه، یک میمانه. صحیح است؟ بین میره چک کنیم حاله 120 تا میبینیم رن فایل، اگر شرط درست بود با این معنی که جفت عدد است. رن فایل اگر ما بیایم 121 تقسیم دو کنیم باقی مانده چی میمانه؟ چی است؟ یک است، تاک عدد است. خب اگر صفر نشته کنیم باز جفته. جفت چی است؟ خود صفر. آفرین. یو نجفت از نتاک است. جواب چی میه؟ خود دو چیز هستند، خود صفر تاک است یا جفت؟ یک چیز. پروگرام برای ما چی نتیجه میده؟ این دیگه چیز است. دو سوال دارین شما. خود از جفت عدد میه خود، لیکن صفر چی است؟ جفت که میایه جفت که نشان میده درست میگه؟ جفتین که مساوی باشه، باقی مانده که صفر باشه، صفر که تقسیم نمیشه بالای دو. ایرر میه. شما چی میگین؟ خود صفر تاک ده که جفت. استاد عربی نه تاق نه جفته. خود جواب چه رازی؟ تاق رازی. تاک رازی. جواب چه رازی؟ که جواب خوب ده رازی. تاک رازی. عدد خونساز این چیز هم نمیه. این جواب نور کی. استاد جب کزا کسی ریاضی که مون میری صفر تقسیم په عدد باندې صفر راځي. نو صفر د صفر سره مساوي سره موږ است جب کا. تو ما ته دا وای صفر جفت کا تاک. خو استاد مو پروګرام وایي جب کا. دا مو پروګرام وای. کنه باید نه وای. استاد شرانو کې څه کې جب کا. جفت مې صحیح است. جفت عدد میه.
چرا؟ صحیح است. صفر که صفرمان بازم صفر است نه؟ مساوی با صفر، لیکن این درست نیست. پروگرام ما مشکل داره. پروگرام ما مشکل داره. یک شرط دیگر هم وضع میکنم. اگر صفر بود او صفر نوشته کن که صفر است. هیچ تقسیم نکن، نیاز به این است که تقسیم کن. هیچ چیز هم نداریم، تقسیم چرا میکنیم؟ نه خود ذکر در که صفر سره مساوی کیږي ځکه که پروگرام زمون مکمل نه ده. اینمی شرط میگیریم در else if. درست است. بالای رو اف نشته میکنم، برش میگم اگر نمبر چی شد؟ صفر بود. خود صفر بود به چی مانا؟ یعنی مساوی بود به صفر. باز چه کو؟ باز نشان بده که صفر است. خلاص صفر است. نشان بده که صفر. صحیح است. اگر صفر نبود اینمی شرط درست نبود، یعنی کدام عدد دیگه بود، باز در پایین میاد. دا با دسی کوچی انگلیش تا بیوارو داسی. صحیح شد؟ 12 است. ای خود 12 نه، صفر نیست نه، مساوی با صفر نیست. در اینجا میاد 12 رو تقسیم 2 میکنه، باقی مانده زیر صفر. اگر صفر است نمیره نشان میده، اگر نه نمیره نشان میده. خلاص صفر است. رن فایل. آره جفت است. اگر ما ایره چند بگیریم؟ صفر بگیریم. رن فایل صفر. درست است؟ اینمی یک پروگرام است که مثال زیاد داده میشه و بخاطر از او دادیم که اینمی دیوایزر شما بفهمین. درست؟ این تقسیم نمیکنه، تقسیم میشه باز از او باقی مانده را چک میکنه. یعنی ریمایندر یا مادیولس برش میگفته میشه نه؟ ریمایندر یا چی میگه برش؟ مادیولس برش میگه. سکه الجفت طاقة الجنة مثل يعني يسوشل العيال انت يسوشل por الجفت خا یو عملیه ده بیا یا په لوب باندې لګي یا په اره لارې ته لګي هغه یو عملیه ده. موږ تر څو نه لوب ته رسیدلی نه اره ته. دا عملیه موږ اجرا کوو ان شاء الله. عملیات مختلف هستن بالای اره و لوب انجام میشن. درست؟ که اعداد طاقه جمع کو یا نشان بده، یا اره تمام عاشات یا نمرات طاقه جفت نشان بده یا جمع کنه. تا عملیات هستن. درست؟ خب شما باید هیچ مشکل نداشته باشین در کنترل ستمنت ها. شما یک کار خانگی را میکنین. درست؟ این بسیار مهم است. خب گوش کنین که ما چی میگم در اینجا خواه در ریکادم آمده. درست است؟ شما یک پروگرام انشته میکنین. اول میاد یک چی میاد پوست میاد. پوست یعنی وظیفه ازو. یک پوزیشن هم برش گفتم میتونم. پوزیشن. درست؟ یک پوزیشن ما نوشته میکنم. اگر او پوزیشن چی بود؟ اگر انجینیر بود. صحیح است؟ باز اینمی یک معاش است، سالری. درست است؟ سالری. ای با چی شود؟ چند شود؟ like 1 lakh. کلیر؟ بارزو. و در اینجا تکس هم میباشه. تکس مالیه از معاش از او 3% معاش از او باید چی شوه؟ از سالری چی شوه؟ منفی شوه 3% معاش 3% معاش چی شوه؟ پیدا شوه باز منفی شوه از خود معاش. پس ذخیره شود در کجا؟ در تکس. نه از 3% معاش پیدا میکنین که چند میشه؟ از 1 لک، یعنی 1 لک است نه؟ از 3% از 1 لک معاش از او با چی شود؟ معلوم شود در تکس ذخیره شود. درست؟ ببینین این شما خودتان نشته میکنین، اینمی پست شما نشته میکنین. معاش که از او خودش معلوم شود که 1 لک باید باشه اگر انجینیر است. صحیح است؟ و تکس هم با اساس شرط باید معلوم شود. شما صرف پوزیشن نشته میکنین، شرط میمانین. اگر در بالا انجینیر است 1 لک ذخیره کو در سالری و 3% سالری ذخیره کو در تکس. درست است؟
ټیکس مالیه خو معلومه نه ده که نه ده معلومه 3% ده که چېرته انجینر و او 1 لک به معاش 3% د معاش په کټ کېږي د دې نه صحیح شوه او بعد از او نت سالی هم باید معلوم شود نت سالی باید چی است 3% سالری صحیح است منفی خود سالری دی باید ذخیره شود و در آخر هم چی شود پرنت شود باید یعنی آوتپوت برای ما بده یعنی پرنت شود اگر نه هر چیزی که باید بدین انجینیر باید چه شود معاش از او سالری از او چند شود 30,000 صحیح است و تکس هم که چند باشه 2% باشه 2%. نه سخت نه بالکل آسانه و بعد از او نت سالی هم که است نت سالی باز همون چیز است همون تو معلوم شود که 3% پرسنتیج که است سالری که است از این منفی شود چی؟ از سالری نت سالی ذخیره شود نت سالری و بعد از او این میره برای ما پرنت کنه یعنی آوتپوت بده that's it صحیح است it's enough for today